هر کسی که وارد این برنامه میشه یه هدفی داره. یکی واسه عشق میاد، یکی واسه مخاطب میاد، یکی واسه فالوور میاد. بدتر از همش اونایی که فکرشو نمیکنن که منفور میشن و میرن. اگه برگردی عقب میری تو این برنامه مجدد؟ نه هم که همینه میگن که نمیرم تو برنامه و نمیدونم اینجوری و اونجوری و فکرشو نمیکردن دیگه، ولی دیگه رفتی و بد شده. از آیدین عزیزم تشکر میکنیم بابت مسابقه خفنش. برو بریم. سلام به همه شما بچه‌ها، امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. همونطور که میدونین خب عشق ابدی برنامه‌ای که حواشی بسیار زیادی داشت دیگه، لطف کردن بعضی از شرکت کننده اومدن بعضی چیزها رو صحبت کردن. حالا بحث شخصیشو بود، بحث برنامه بود. حالا ما سعی کردیم که با همه بچه‌ها ارتباط بگیریم. الان فرناز اینجاست، قراره که باهاش صحبت کنیم، ببینیم که از کجا اومده، چیکار کرده، تو برنامه چه اتفاقاتی افتاده. فرناز سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. سلام، حال شما خوبین؟ مرسی، من خوبم، عالی. خدا رو شکر. خب فرناز، به من یه سوال تو ذهنمه. تو شغلت چیه دقیقاً؟ من هم اینفلوئنسری کار میکنم، مربی فیتنسم، شاگرد آنلاین دارم و اینکه یه دونه اپ ورزشی هم دارم که هنوز اون رو راه اندازی نکردم. چی شد رفتی عشق ابدی از دبی ترکیه فرناز؟ خودم نمیدونم، گفتم حالا مسیج بدم ببینم چی میشه و اینکه یه تجربه جدید بود. دوست داشتم برم ببینم که بعد از سالها توی جمع ایرانی بودم چه حال و هوایی داره، که متاسفانه کلا روحیم تخریب شد و برگشتم بیرون. ببین این نکته خیلی ببین من همیشه فرناز رو راست باشیم با هم یکم، اوکی هستی؟ آره که نه. آره. ببین من همیشه طبق اون مهمان برنامه‌ام میام صحبت میکنم. من اول دوست داشتم ببینم مثلا شاید فرناز دوست نداشته باشه از سختی هایی که مثلا اونجا کشید، اتفاقات منفی که من احساس کردم که تو دوست داری راجع به اون صحبت کنیم، ولی الان احساسم اینه که دوست داری بگی، میگی روحیم. من با یکی دیگه بچهای شما قبل تو صحبت کردم، خیلی از روحیه میگفت این برنامه خیلی به روحیه یه من لطمه زد، چون تیم سازنده حالا خوب بود هر چی که هست، ولی واقعا براشون اصلا ما مهم نبودیم. اون برنامه، اون چالش، این که آبرومون بره نره اصلا براشون مهم نیست. میخوام بدونم که تو از این روحیه‌ای که میگی منظور چیه؟ ببین قطعا همینجوره. خب ببین یه تیم فکر کنم 200 نفره پشت بک استیج بودن که داشتن شبانه روز کار میکردن برای ما روزانه 3 بار ضبط داشتیم. خب بعد خیلی افرادی بودن که اونجا میرفتن میومدن و قطعا خب باید به درآمدزایی میرسیدن. من بهشون حق میدم که یعنی برنامه‌شون رو باید جنجالی تر میکردن. من واسه چی میگم تخریب روحی شدم؟ به خاطر اینکه اونجا با یه سری از افرادی آشنا شدم و دیدم و بهشون اعتماد کردم که واقعا فکر نمی‌کردم انقدر شخصیتی پوچ و مریضی داشته باشن، که وقتی میدونی تو وقتی اونجایی متوجه نمیشی، یعنی خیلی از چیزا رو نمیبینی، نمیدونی حرفایی که پشت صحنه راجبت زده میشه چیه، حرفایی که جلوی رود میان توی ضبط میگن چیه. تو فقط میدونی وقتی اونجایی فقط همون حرفایی رو میبینی که همونجا داره صورت میگیره. وقتی از برنامه که میای بیرون حرفای پشت سرت رو میبینی، یا یه سری حرفایی یا یه سری مسیجایی رو میبینی که مثلا بک استیج راجبت گفتن، کلا نظرت عوض میشه. یعنی من انقدر دورویی توی اونجا دیدم که یه وقتی که از اونجا اومدم گفتم بابا مگه میشه به خاطر یه ویو شماهایی که همتون میگفتین وای ما با هم دیگه دوستیم، بعد از این برنامه هیچکی رو هم دیگه نگیره، بچا بیاید همیشه با هم دیگه خوب باشیم. اصلا برنامه که تموم شد از این رو به اون رو شدن. یعنی بهشون میگم مثلا فالوور و ویو با آدم چی کار میکنه. من یه سری چیزایی دیدم که خدا اصلا شوک شدم. گفتم بابا من تا جایی که تونستم سعی کردم که پشتشون حرف، یعنی اصلا کاری نه، یعنی واسه چی با پشتشون حرف می‌زدن؟ همشون دوستان بودن. ازشون بعد نگفتم. صدها بار توی کوئسچن باکس ازم پرسیدن آقا نظرت راجع به این چیه، نظرت راجع به اون چیه، آیا این دروه، آیا این واقعا حرفی که زده همونجوری بوده. من لام تاکام هیچی نگفتم، حتی بازم نکردم اون مسیجاشون، در صورتی که من اگه دنبال حاشیه و فالوور بیشتر بودم خیلی راحت میتونستم بیام اون مسیجا رو جواب بدم و واسه خودم حاشیه درست کنم. ولی تو نمیدونم حالا پیج منو چک کردین، از روز اولی که من رفتم توی عشق ابدی حتی یک دونه سوال حاشیه‌ای هم جواب ندادم. فقط میگفتم بچه‌ها وایسین خودتون میبینید. ولی متاسفانه یک سری از افراد کلا برنامه رو اسپویل کردن. من نمیدونم واسه چیه. آخه فکر کن زحمت خودمون، زحمت اون همه آدم بک استیج کلا هدر دادن. نه برنامه دیگه الان ویو میخوره، نه دیگه برای مردم جذابیت آنچنانی داره. فکر کن یه سری آدم بیان این همه تلاش کنیم. خود آیدین کسی بود که ما اول کار آورد یا رو اسپویل کن.
اشتباه داری میگی فکر کنم فرناز جان، الان نباید اینو میگفتی، باید میذاشتی آخر برنامه میگفتی. ولی خب دیگه بالاخره اینم دیدگاه خودشو داره و موندم چرا هر کسی که میره میگه ما برای فالوور رفتیم، نه مخاطب نه چیزی، و همچنین رفتیم اونجا ببینیم چی جوریه. تو که معلوم بود نمیومدی عشقتو پیدا کنی، یعنی این یه چیز مشخصی بود که اصلا نیومدی عشقتو پیدا کنی. معلوم هم نیست واسه چی اومدی، ولی من فکر میکنم تو خودت هم برای دیده شدن اومدی فرناز عزیز، ولی نخوا که باور کنیم برای پیدا کردن عشق رفتی تو اون جزیره. اینو نخواهم، خواهش میکنم. خود ماهایی که اونجا بودیم این همه تلاش کنیم، این همه اذیت بشیم که آخرش یه سری از افرادی از خودمون بیان برنامه رو اسپویل بکنن که کلا یعنی همه چی رو خراب کنن. خب منم دیگه این وقت انتظار دیدم، گفتم بابا شما اصلا انقدر بی ارزشید، من چرا بیام اعصاب خودم رو واسه شما خورد کنم و اسم شما رو بیارم در کنار اسم خودم که شما با حاشیه‌های من برید بالا؟ نه نمی‌کنم. فرناز میخوام بدونم منظور جاویده، مگه چه چیزهایی دیدی، چه اتفاقاتی افتاد به من بگین؟ نه ببین فقط بحث تنها جاوید نیستش. من گفتم من بیشترین مشکلی که اونجا داشتم با یک آقا بود که من اصلا نمیخوام حتی اسمش هم بیارم، با یک آدم بود که من یعنی مشکل اصلی باهاش بود. یعنی من حتی با اون آقا هم مشکل، با جاویدم مشکلی نداشتم. و وقتی یه سری پیاما رو دیروز معین به من نشون داد که من دیدم که آقا تو اومدی به من گفتی جوگیر فلان بیسار، بعدش همون روز من پیاماشو دارم توی گوشیم توی واتساپ، اومده من آنفالوش کردم، بعد اومد به من پی ام داده بودش که نمیدونم چرا من آنفالو کردی بلا بلا بلا، ما که با هم دیگه مشکلی نداشتیم فلان نش. منم خیلی شیک همیشه جوری که احترام میذاشتم جوابشو دادم و بعدش دیدم که رفتن توی گروه خودشون که حالا یه گروهی با هم دیگه داشتن و فکر می‌کردن که معین توی اون گروه نیست. و من برگشته بود گفته بودش که آره دیدی جوگیر منو آنفالو کردش، آخه تو چرا انقدر جورویی، اصلا تو دنبال چی؟ یعنی تو خودت میای یه جوری با من حرف میزنی، انقدر به من احترام میذاری توی واتساپ، بعد میره پشت سر من اینجوری حرف میزنی. هیچی، حرفای خاله زنک بازی، رفتارهای خاله. بعد یارو نمیدونسته که مثلا معین تو گروه نیست ها، آخه 2000 تا ممبر داره اون گروه، شاید هم تلگرام باشه نمیدونه که مثلا، ولی خب در هر صورت حدس اینو میزنه. اگر هم گفته خب دیده تو آنفالوش کرده یا اونم رفته گفته دیگه. حرفا و کارهای خاله زنک بازی نمیخوره، یه چیزایی به هم دیگه نمیخوره، یه حرفایی یه رفتارایی به هم دیگه نمیخوره. نه سن میخوره به اون رفتارا، نه رفتارا میخوره به این حرفا. اصلا عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بعد ولش کن، راجع به اون شغل اینا اصلا صحبت نکنیم، بریم ببینیم. من فقط بحثم این بود انقدر درو نباشید. وقتی میترسید و جرأتشو ندارید که توی روم همونجوری باشی، واسه چی میری؟ تو نمیگی یهو گندش در بیاد من یه مسیج از تو پیدا کنم. خب آبروت که میره، به خاطر آبروی خودت هم که شده، به خاطر اینکه منفور نشی حداقل بیا تو روم همون حرفو بزن، ولی پشت سرم نرو بگو. چون ببین بیا آقا جون من کارما اذیت کردن منو، آیدین جان منو خیلی اذیت کردن، الانم دارن کارماشو میبینن، من نشستم عقب یه گوشه کاری ندارم، به موقعش همه چیز مشخص میشه. و انقدر ازشون مدرک دارم و انقدر ازشون چیزای چرت و پرتی دارم که اصلا ببین اگر اینها قراره واقعا یک روز دیده بشه، من دلم براشون آبروشون میره. یعنی اگر من میدونستم که همچین افراد مریضی با این ذهن و افکار مریضه، نمیدونم حالا اون اصلا رو نگاه کن، اون بالا سرش رو چرخونده، چقدر قشنگ اون گربه در سوخته، نگاه چجوری داره نگاه میکنه عزیزم. میدونم حالا چه دنبال افکار نمیدونم جنسی، چه افکار فلان و بیسار، اصلا دنبال رابطه و این چیزا، واقعا پامو نمیذاشتم اونجا. یعنی واقعا پامو نمیذاشتم اونجا. یعنی دارم فقط به خودم میگم از مادر پدرم همین الان عذرخواهی میکنم که اگر بعدها این چیزها و این عکس و فیلم‌ها رو توی اکسپلور دیدن، واقعا منو ببخشن که من در کنار همچین افرادی اونجا بودم. چون واقعا میتونم بگم آبروی من رفتش وقتی که این چیزها رو دیدم. چون من قبلش چی نمیدونستم. همه به من گفتن چرا رفتی با جاوید اوکی شدی، چرا رفتی با اون آقا اوکی شدی. من نمیدونستم آقا تو وقتی وارد اون برنامه میشی خودت بذار جای من. تو یه کسی هستی که هیچ کس اونجا نمیشناسی و وقتی کسی بیاد باهات خیلی نایسلی برخورد میکنه، خیلی خوب باهات برخورد میکنه، تو هم مشخصا خب بیشتر با اون وقت میگذرونی. چون بچهای دیگه درگیر مثلا رابطه های خودشونن، تو سعی میکنی نری توی حاشیه هاشون، مثلا هی نری وسط رابطه هاشون. با کسی که بهت احترام میذاره و باهات خوبه سعی میکنی با همون باشی. متوجه شدم. افکار جنسی یعنی چی؟ فرناز اینو من بگو. ببین من نمیخوام اصلا این موضوع رو باز بکنم، چون بعدها ممکنه این لایو رو خانواده‌ام ببینن. اصلا نمیخوام راجع به این موضوع خیلی حرف بزنم، یعنی بعدم من میاد که اصلا راجع به این چیزها بخوام صحبت بکنم. خیلی میبینی به ما، یعنی فکر کنم مهیار راجبش کامل توضیح داده توی استوریاش. هر کی که بخواد متوجه بشه هم میتونه بره استوریای مهیار رو ببینه. من خودم هم یعنی
از سمت بچه‌ها شنیدم این موضوع رو، وگرنه من خودم هیچی نمیدونستم و فهمیدم که وای خدای من چقدر یه آدم میتونه مریض باشه. فرناز من دوست دارم اینو بگی، ببین چون ببین هموطنای تو دخترای سرزمینت قراره برن دوباره، قطعا میرن، حداقل یه نشونه چیزی بده که بگو آقا ببین این اتفاق قراره بیفته، مواظب باشین این کارو نکن. من همچین چیزی میخوام چون ببین اونجا خدا رو شکر من جوری برخورد کردم که کسی به خودش اجازه نمیداد بخواد یعنی از خط قرمزش رد بشه. حالا من به بقیه کاری ندارم ولی من جوری خط قرمزام بودش که اجازه ندادم که کسی پا روی خط قرمزا بذاره و داد و بیدادم کردم و خیلی به من اومدن گفتن آره تو اومدی داد و بیداد کردی، عصبی بازی در آوردی سر این داستان و اینا، ولی خوب کردم. ببین یعنی الان دارم میگم اون عصبانیت من به موقع و بجا بود چون بهم بی احترامی شد، چون یه مردی بود که هی می‌خواست به من دست بزنه. من میگفتم بابا به من دست نزن، تو اصلا کی هستی که بخوای به من دست بزنی؟ یه پسری هستی که من تازه اومدم توی اون برنامه شناختم و حد خودتو بدون. خب یعنی بچه‌ها باید تمام این چیزایی که اگر دختریه که میخواد بره تو این برنامه به نظر من باید خط قرمزاشو خیلی محکم بگه، خجالت نکشه. بودن افرادی اونجا که قشنگ جلوی دوربین تخریبشون کردن ولی به خاطر اینکه هیت نگیرن و حالا یک کلمه حرف بد بهشون زده نشه بعدش لام تاکام نشسته بودن. لام تاکام هیچی نمیگفتم. آفرین، حد و مرزهای خودشون رو مشخص کنن، خودشون هم دست به کارشن، زیرتی هرچی هر اتفاقی میفته نرن تو مرد ستیزی و زن ستیزی، خودشون هم از خودشون، از حریمشون، از حد و حدودشون دفاع کنن و حد و مرزهای سالمی رو تعیین بکنن که خودشون هم بتونن مدیریت داشته باشن روی این کار، چون کسی اجازه نداره که حد و حدود تو رو رد کنه. اگر رد کنه التیماتوم بهش میدی، سری دوم رد کنه خیلی راحت مقابله میکنی باش، جلوش وای میسی، ولی باید تعیین بکنی اینو و نه اینکه همینجوری بشینی نگاه کنی هیچی نگی و هیچ حرفی نزنی و سکوت کنی و قصه بخوری. نه این چیزا رو بر نمیداره دیگه. دوره 16-17 سالگی گذشته دیگه. الان توی برنامه هستی، توی یک کشوری حتی رفتی این برنامه رو که اصلا کاری به کشورم نداره، کلا همین آدم باید بتونه. ما متاسفانه تو کشوری بزرگ نشدیم که از بچگی با دختر رو بریم مدرسه، مثل اینجا بریم درس بخونیم، جنسیت زن رو بشناسیم، نه فقط به خاطر فرقای جنسیمون. نه ما اینو یاد نگرفتیم. هر کسی هم که مدعیه اینه که ما تو اون کشور و فرهنگ اینو یاد گرفتیم، اون بابا داره بلوف میزنه. خب ما یاد نگرفتیم اینو، ما بزرگ نشدیم با هم دیگه، نه دخترها با پسرها نه پسرها با دخترها. حالا دوره دانشگاه آدم وارد میشه که اون اصلا داستانش خیلی فرق میکنه دیگه، شکل گرفته بیشتر چیزا. ولی اگر بچگی وارد میشدیم الان حد حدودمون رو میشناختیم تا حدودی، میدونستیم و این نگاه جنسیتی یا نگاه ضعیف و قوی بودن رو نداشتیم و بیشتر این مشکلات رابطه ما نصفش حداقل حل میشد. ولی چون نداشتیم و الان اومدیم توی سیستم دیگه ای که جور دیگه، یه آزادی دیگه، یه برنامه دیگه و نمیتونیم، اینا نمیخونه با هم، زد و نقیض داره. من اینو خیلی توجه میکنم تو همین اجتماعی که دارم زندگی میکنم تو آلمان، دقت میکنم میبینم که واقعا بعضی هاشون میان در مغازه دختر با پسر، اصلا انگار دوتا پسرن، پسره یه جوری رفتار میکنه که انگار دختره، دخترم همین یه جوری رفتار میکنه پسر دختر، یعنی هیچ فرق نمیذارن بین هم دیگه، خیلی عادی خیلی ساده. یا حالا دوستم با هم دیگه، یا اینه که مثلا هم دانشگاهی هم یا هم کلاسی هم، خیلی نرمال و رفتارشون رو میبینم میگم ما اگه بودیم که حالا سیستم خیلی فرق میکرد. شاید مثلا حتی نگاه دوست داشته باشن به طرف مقابلشون، ولی به خودشون اجازه نمیدن که رفتاری بکنن یا برخوردی بکنن که، چون یه خط قرمز خیلی بزرگه براشون که دو نفر دوست باشن بعد پسر بیاد جوری رفتار بکنه که دختره. میدونی اینا من خیلی بهش توجه میکنم و متاسفانه ما برخوردار نبودیم از این داستانا توی کشوری که زندگی کردیم. داره بهت توهین میکنه طرف، حالا چون رفیقته نباید بهش چی بگی. آره. بزن تو دهنش کی هستش که بخواد بیاد به تو توهین کنه، حتی اگر توی برنامه باشه، من خط قرمزامو گفتم، من داد و بیدادم کردم. آقا من همینم، من وقتی کسی بهم بی احترامی میکنه از خط قرمزام رد میشه همینه. آره ببین چجوری بهت بگم، یعنی واقعا باید مراقب باشن، یعنی قرار اذیت بشن، قرار اعصابشون خورد بشه. چون ببین تا نمیدونستیم، ما مثلا سر ضبط صبح میرفتیم همه چی اوکی خوب بود، یهو میرفتیم بالا یهو یه وتر پخش میشد، یعنی سر ضبط شب
اصلا دیوونه میشه، یعنی کلا جو به هم میره، یعنی اصلا خیلی غیر قابل پیش بینیه اونجا. تو فکر میکنی همه چی خوبه، آروم آهسته یهو یه حرف که میره توی مخت دیوونت میکنه. یعنی بهت بگم که واقعا غیر قابل پیش بینیه. یعنی ممکنه جو آروم باشه، یهو اصلا همه چی بشکنه. خیلی خیلی اذیت شدم. اگه برگردی عقب میری تو این برنامه مجدد؟ نه من قبلا 2-3 دفعه گفتم میرم، به خاطر اینکه دوستای خیلی خوبی پیدا کردم. من 4 تا دوست خیلی صمیمی پیدا کردم اونجا که خیلی کمکم کردن. بعد اون داستان رابطه‌ام الان باهاشون خیلی خوبه، ولی خب واقعا ارزش این همه اذیت شدنمو نداشت. یعنی این همه بی احترامی، این همه چجوری بگم اعصاب خوردی واقعا نداشت. من اصلا تو زندگیم به این حد نرسیده بودم. مثلا سالهای پیش که ایران بودم، حالا مثلا بحث و دعوایی که پیش می اومد خیلی عصبی می‌شده بودم. بعد که مهاجرت کردم خیلی زندگیم آروم بود، همه چی روال و همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت. و گذشت وقتی من پامو توی این برنامه گذاشتم، بی احترامی هایی که به خودم دیدم منو یک شب جوری پنیک کرد که به خدا دارم میگم امیدوارم که اون قسمت گرفته شده باشه توی اتاق‌ها، چون توی اتاق‌ها ما دوربین داشتیم. امیدوارم که اون قسمت گرفته شده باشه و حال منو نشون بدن که یک مرد چطور میتونه با یک خانم اینجوری برخورد بکنه که این یک دختر به این حد برسونه و بعدش بیاد بشینه پشت سر اون خانم حرف بزنه و بگه که نگریه کردن دخترها مظلوم نماییه. یعنی این آقا یک حرفای پشت خانوما زده، یعنی یک مدارکی ازش هست، یک چیزهایی ازش هست که من گفتم بابا تو اصلا کلا از نظر ذهنی دیگه مشکل داری. ما دیگه هر چقدر بخوایم بیام با تو بحث کنیم تو اصلا متوجه نمیشی. و بارها بعد از اون دعواهایی که داشتیم تلاش کرد که دوباره کامبک بزنه، چون میدونست قرار منفور بشه و میدونست که چیکار کرده، میدونست چه بی احترامی هایی به من دختر و به بقیه زنها کرده. سر همونم خودش میدونست داستان چیه. خیلی تلاش کرد که بیاد دوباره اصلا دل منو نرم کنه، بگه آقا مثلا دوستین برنامه بود عصبی شدیم، ولی نه تموم شده بود دیگه. یعنی اصلا نمیتونستم. چون کسی که یک دفعه بهت آیدین جان بی احترامی میکنه، کسی که یک دفعه بهت بی احترامی میکنه و به خودش اجازه میده به تویی که دختری، به تویی که یک خانمی اونجوری داد بزنه و بترسونتت و تو رو به اون حالت عصبی برسونه، باز هم این کارو میکنه. باز هم بارها شب بیرون از برنامه حتی دست بزن داشته باشه، یعنی بگیره تو رو بزنه. حالا اونجا میدونسته تو برنامه دستش به دختر بخوره حذف میشه، دیسکوالیفای میشه، قرار کلی هیت بگیره. ولی اگر به خدا دارم بهت میگم اگر بیرون این برنامه باشه انقدر مریضه که ممکنه حتی یک خانومم بزنه. من میتونم اینجوری بگم، این چیزی که من دیدم به حالی که منو رسون، من میتونم اینو بگم. جرأتشو که نداشت، میدونی، یعنی میترسید از اینکه حذف بشه، چون تنها چیزی که دنبالش بود فقط این بود که توی برنامه باشه و نه هیچ چیز دیگه. بابا این خط، این نشون، من همه رو بارها تو برنامه توضیح دادم و میگم گول کاراشو نخورید، گول کارایی که برای من کرد و نخورید، چون تمامشو من ازش خواسته بودم. یعنی حتی انقدر نمیدونست که باید با خانم چجوری برخورد کنه که من هر روز داشتم بهش میگفتم بابا دخترا دوست دارم براشون گل بگیرید، خوشحال میشم براشون این کارو بکنی، من این چیزا رو دوست دارم، وگرنه اگه من نمیگفتم هیچ وقت این کارا قرار نبود انجام بشه برای من. بچه منظورش جاویده دیگه. یعنی من منظورم جاوید نیست. کیه پس؟ میدونید دیگه من کاپل الانم کیه توی برنامه. فهمید. او وحیدو میگه. اما وحید خیلی گند زدی. پس این میراث میگفت مهیار، میگفت ببینین چه اتفاقی میفته، بهت میخورد که یه کفتار بازی اینا داشته باشی. بعد من موندم، میدونم خب هر شخصیتی یه چیزی رو دوست داره. ما این خانم فرناز هم دیدیم اصلا تیپیکال رفتاری و شخصیتیشو کاملا دیدیم، یعنی دیگه میشه الان فهمید چرا من چه دلیلی داره، چرا اینقدر بین زن و مرد فرق میزنی. آره باید باشه یه سری چیزا، قبول دارم، ولی چرا همش من، چرا اون نه، چرا فقط من این، من اون، من این کار، من اون کار. تو یه سری چیزای معمولی مثل هدیه گرفتن، مثل خوشحال کردن، مثل حمایت کردن توی جمع، اینا رو گفتی، قبولم داریم، درسته. یه مرد میتونه نشون بده حمایتشو با کارهای کوچیک، میتونه عشقشو با کارهای کوچیک نشون بده و اینم کاملا درسته. همه چیز زبونی نیست، یه جای کوچیکه که میتونه خوشحال بکنه و اون دلش، اون روزنه عشق تو دل طرفت بازتر بکنه. اینو قبول دارم. ولی تو از اول برنامه تو الان فقط داری میگی من. خب چرا اون نه، چرا بقیه نه، چرا فقط من؟ آخه این که نمیشه آدم یه خودخواهی خیلی ریزی داشته باشه که بگه فقط من اینجوری، من اونجوری. بعد تو مقصر هیچ چیز نبودی.
تو فقط کارهای درست، همه همینن دیگه، میگم ما کارهای درست کردیم ولی خودمون مقصر چیزی نبودیم. ما که اشتباهی نکردیم که، فقط بقیه اشتباه کرده. انگشت سمت هر کسی از الا خودمون. بابا خودمونم توی خیلی هم موضوعا خودمونم شاید یه جای تقصیر کار اصلی باشیم، مثلا یه جایی که نه خیلی جاها. خب و نمیشه فقط انگشت برد سمت این و اون. تو با رفتارت، با برخوردت، با انتخابت، حالا طرف شخصیتش بد بوده قبول دارم ولی میتونستی خیلی کارهای دیگه بکنی ولی نکردی. اون لحظه تصمیم گرفتی بمونی، اون لحظه تصمیم گرفتی بیشتر تو برنامه بمونی، پس کامپل موندی. اون لحظه با اینکه خیلی چیزا رو دیدی تصمیم گرفتی که ادامه بدی حالا به هر دلیلی. خب اینا یه سری عواقب هم داره دیگه، ولی اگه همون موقع میزدی بیرون گفتی من نمیخوام با این آقا کاپل باشم، اون موقع داستان خیلی فرق میکنه. پس تو هم انتخاب کردی، تو هم مقصری توی این قضیه. هر اتفاقی بین تو و این شخص افتاده، ببین اینا طبیعیه، نمیشه فقط انگشت انداخت سر این و اون. فهمیدم. خب تمام شد، متوجه شدیم. ولی فرناز یه چیز ببین، با هم رو راست باشیم دیگه. خدایی ببین تو این برنامه من اصلا نمیگم برینن، نه، ولی من با خیلی از بچه‌ها شما صحبت کردم. ببین همتون آسیب دیده این. خب چه چیز مثبتی داشته برای شما؟ ببین خب مثلا بچه‌هایی بودن که واقعا تایم خوبی اونجا گذروندن، حالا رابطه‌ای شکل گرفتش و هست رابطه‌ای که هنوزم پایدار باشه بعد برنامه. خیلی هاشون خراب شدن ولی خب الان رابطه‌ای هست که هنوز پایدار باشه. برای یک کسی خیلی مثبت بود. یعنی خب من خیلی‌ها نمیتونم بگم ماها دنبال فالوور نبودیم، نه، دنبال فالوور رو بودیم، دنبال معروف شدن بودیم. یعنی کسی که میاد توی این برنامه، یعنی بخش اصلیش بهت میتونم بگم اینه که فالوور بگیره و معروف بشه. خب یعنی یه بخش خیلی بزرگی از برنامه همینه. ولی خب ببین من واقعا راجع به رابطه ها نمیتونم نظر. اوکی، حله. چقدر فالوور گرفتی؟ من الان فکر کنم 88 خورده ایم. من خیلی سر داستانایی که واقعا تقصیرم نبود هیت گرفتم و اینکه خب خیلی به من میگفتن که فرناز خودش رو میگیره و خیلی کلاس میذاره و در صورتی که الان مامان داریم صحبت می‌کنیم. اشکال نداره. اسمش چیه؟ آره اسمش هرمس. خیلی هم خوشگله. بعد آره فرناز، نسبت به بچه فصل 1 احساس می‌کنم شما کمتر فالوور گرفتین اگه اشتباه نکنم دیگه. آره قبول دارم، چون آقا تقصیر خودشون وقتی برنامه رو از خود بچه‌های خودمون وقتی برنامه رو اسپویل میکنن، خب معلومه که جذابیتی نداره برای بیننده. و من اینم شنیده بودم که خیلی‌ها نمیتونن برنامه رو ببینن، یعنی چون فیلتر شده دیگه خیلی‌ها نمیتونن برنامه رو ببینن. من نمیدونم، متوجه شدم. واقعا میتونم اینو بهت بگم یکی از دلایل اصلیش اینه که هیچ کی خود واقعیش نبودش. یعنی چی؟ شاید چند نفر خیلی اکت بودن. یعنی من چیزایی پشت صحنه میشنیدم و خب خیلی دیگه بهم گفتن که واقعا آقا بچه‌ها این آدمی که جلوی دوربین اینجوری بود پشت صحنه اصلا اینجوری نه. ولی خب میترسیدن که این حرفا رو بزنن، میدونی، ولی بخاطر اینکه هیت نگیرن، یعنی بخاطر اینکه منفور نشن، خب حقم میدم. یعنی چون ما فصل قبل رو دیده بودیم که چه اتفاقی واسهشون افتاده بود، خیلی طبیعی بودش که یه جوری عکس بکنن که خب مثلا هیت نگیرن و بالاخره چیز نشن. ولی خب ببین بازم همه هیت گرفتن، یعنی من اینجوری که میبینم یعنی همه هیت آره دیگه. ببین برنامه ساز نمیذاره شما هیت نگیرین دیگه، میبره شما رو دیگه هیت بگیرین دیگه. این اصلا یه چیز طبیعیه، ولی خب میتونه آسیب‌های زیادی بزنه، میتونه روی آدمو خراب بکنه. این قضیه هست بچه‌ها. چون نگاه کنین شما هر کار نکنین، حالا در حضور فرناز میگم، ببین تیم برای یک کانال برای یک ترکیه است اون برنامه، اگه تو رویه شما میبینی اگه تیم ایرانی باشه، اساسا ایران داره نمیسازه، خب تو میتونی قهر کنی بلند شی بیانی اونجا. این خبرا نیست. برای همین رویه ما قرارداد داشتیم اونجا دیگه. یعنی تو وقتی قرارداد امضا میکنی تمام این چیزا هم هستش که آقا شما موظفی به عنوان کسی که داره میره تو این برنامه یه سری قوانین داره و شما باید اون قوانین رو فالو بکنی و حالا خب بعدش مثلا حالا بخواد مثلا یه پولی میگیری هم به معروفیت میرسی. تمام این چیزا هستش. یعنی مثلا میری سر کار دیگه. یعنی ما مثلا میرفتیم سر کار از صبح تا شب سر ضبط بودیم و بعدش هم که حالا یک ماهی بود که سر کار بودیم. فرناز جان، بعد 2 سوال ازت بپرسم و تمام. ممنونم از اینکه اومدی. بدترین اتفاق اون ویلا چی بود برای تو افتاد؟ بدترین اتفاق اون ویلا برای من همون شبی که یعنی میتونم بگم شدیدترین دعوامو داشتم و خیلی حالم توی اتاق بد شد. چی بود؟ در واقع خیلی ترسیدم. دعوام
حالا با همون آقا بود که سر یه چیزی اصلا یه موضوع خیلی مسخره بود، ولی خب میدونید این آقا خودشون خیلی جلوی من خوبه نشون داده بود و یک دفعه هم دعوام شده بود باهاش، معذرت خواهی کرده بود و حالا چون پادرمیونی کردن بعضیا و اینا، من دوباره فرصت دوم دادم، ولی بعدش واقعا فهمیدم که نه اصلا ایشون کلا از نظر کلا مشکل دارن. یعنی مثلا این عصبانیت خودشون شاید دست خودشون اصلا نبود که این کارو میکردن، ولی من واقعا اون شب یعنی میتونم بگم بدترین اتفاق زندگیم بود که و واقعا درخواست کردم که برم از اونجا. یعنی واقعا هم از عوامل پشت صحنه و هم به بچه‌ها، یعنی واقعا بهشون التماس میکردم که من دیگه نمیتونم، من باید برم از اینجا. حالا دیگه بقیه‌شو نمیگم که. خب ممنونم ازت از اینکه اومدی. مرسی از شما. و من ازت عذرخواهی کنم، تو کار داشتی، ما تایممون یه مقداری جابجا شد. آره از اینجا ازت عذرخواهی میکنم. انشالله که دختر سرزمینم هر جا هستی به خوبی بدرخشی، همیشه ممنون، متشکرم، اتفاقات خوب برات بیفته. ممنونم، همیشه مرسی. اتفاقات خوب. ممنونم ازت. انشالله هر جا هستی سلامت باشی. مرسی، خدا نگهدار. مرسی، قربان شما. مرسی از آیدین عزیز و خانم فرناز. ولی خب سخت تشخیص بین این که کی خود واقعیشه و کی داره بلوف میزنه. این خیلی سخته، مخصوصا توی همچین برنامه‌ای. ولی خوبه یه سری چیزها رو آدمو ببینن، مخاطبا ببینن. خوبه اگه آگاهانه نگاه کنن بهش و آگاهانه برداشت بکنن ازش، خوبه. وگرنه ما هیچ کدوممون وقت آزاد آنچنانی نداریم که بذاریم پا عشق ابدی، نداریم واقعا. هر کی گرفتاری خودشو داره. ولی بعضی چیزا بد نیست آدم با چشم بینا ببینه، به قول معروف گفتنی. همتون رو دوست دارم، مراقب خودتون باشین. شما رو به خدا آدمات سوای رو میسپارم و خدا نگهدار.